با نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. دوستان و برادران عزیز، بسیاری بعد در کامنتاری‌ها در واتساپ، در تلگرام، در ایمو بسیار می‌نویسند که برای چی برادر ویدیو نکرده سای حرامخور را نبروارده سای. برادرای عزیز، اپا و خواهرا، مادرها، پدرها، سبب ویدیو نکردنم اینه که همین قدر حرامخور را من بروواردم چی رزولت داد. همین قدر حرامخور را، همین قدر آدمایی که پول احتیاجمند خورد، پول بیوزن خورد، پول پیر خورد، پول کمپیر خورد، پول معیوب خورد، پول یک بیوزن خورد، پول یک آدم نادار خورد، پول یک آدم بیچاره را خورد، همیا را برووردم دکزت کردم، مردم نشان دادم که همیا حرام خوردهستن، همینا فریب کردهستن، خیرای شما در کیسه اینا رفته است، در احتیاجمند نرفته است. همین قدر من ویدیو کردم چی رزولت داد؟ یگان کس سر راه همیا را گرفت؟ یگان کس سر راه یورا نگرفت. برعکس بندیچ هم زنگ زد اگراژت کرد، رهزنش هم زنگ زد اگراژت کرد، ملیساش هم زنگ زد اگراژت کرد، خش تباش هم زنگ زد اگراژت کرد، یک راهگذرش هم زنگ زد اگراژت کرد. همه برعکس شد. یعنی که ویدیو کردم با جای بگردم بگن که برادر بهترین کارا کردی، یا یک نربچش یا یک آدم وطن دوست بگیره اینا را مقصد او چهاره شبینه بگه که تنیجا نیپراویلی خود کردی، تو پلی را خوردی، تو پلی را مقصد یک طرفه کردی، تو کارتای ختم موندی، تو برای چی کار کردی؟ برعکس چی رزولت داد؟ یگان رزولت. خب این خوگا شناختین، این خوگا دلی رفیسال، یعنی که این شخصیت چند بار برووردم شماختم بگین. فکر میکنم که یک 6 بار یا 8 بار برووردمشه. چند ویدیو من نروشنی زده کور کرده. ما بگم که کانال مرا همه همین آدمایی که برووردم شونه همه اینا یک گروه پشیدن، جال زدن الک اکتیو کانال ما در زمین زد. به همین خاطر ما تلگرام کانال شدم که در تلگرام یعنی که همین دکزاتو را ما بمونم، مقصد شما ببینین که اینو مردم فریب کردیسیان. برادرای عزیز، اپا و خوارو، این حرامزاده ای حرامخور نسبت ما عریضه کرده عریضه بردروغ از اوباب شهر قرغانتپه، یعنی که سابق شهر قرغانتپه زیرا باختر خانه رفتن، خانه ما رفتن، یعنی که مقصد خیر الحمدلله با پدرم صحبت کردن، یعنی که مقصد صحبت گفتن که مثال چیکاره کیه چه چیکار میکنه، خیر صحبت کردم. برادر عزیز، من همین قدر میگم که من یک برادری وطن دوستم، یک برادری که ملت دوست میدارم، یک برادری که نمیخوام که در پای تاجیک خار بخوام، یعنی که نمیخوام که در پای یک تاجیک خار بزنم، نمیخوام. به همین خاطر برادر عزیز و نمیخوام که این حرامخورا هم یعنی پول احتیاجمندا را بدزن، من هیچ چیز نمیخوام. به همین خاطر من میبرووردم نشان میدادم. اینا را دیدین؟ من باور کن همین عدل همینجا فرام کنه مسکو دا یا عدل زیاوله نویسونده رفتم، گفتن تو همه گفت های بچه را گفت تاپا زدن چی گپای دروغ نویسونده. دکزاتو را نشان دادم، گفت در کار شدی میام. یعنی این یک نامردی نوجوان مردی پس یک ریپریست یعنی پسترین همی های آخی میبروی ای مردی گپ میزنی، ای حلال گپ میزنی، در اصل آخی تو یا ریپریستی با میگردی در ویدیوت میگوی من ریپر خیلی شید بستم دورم قفایم. آخی تو دور قفایی که خطیت گپ میزنن میگوی که ما در فلان ای من یا ریپرم، تو هم خیلی گپ میزنی. من دکزاتو دسته من برای یک ویدیو چت میکنم حرامزاد، تو نمیوگ نته که من ویدیو میکنم دکزاتو دستی ما دای در اونجا چی گپ بود فهمیدی نامرد. این گوشلاخر حالی من یک ویدیو چت میکنم که شما بفهمین که یعنی که همه همین حرامخورا اینا مجبور کردن این برومد ویدیو کرد دکزات هستای. همه همین بلوگرایی که زبور میکردن کو همینا قچش مسئولیت کردن گفتن بکن بانم پروردگار دکزات هست این چیزا. این برومده کاوش ویدیو ابرشنی کرده. خب بیایم موضوع دور نمیریم. این خوگا شناختین. ایش خوگ چند بار همینا برووردم، 6 بار یا 8 بار من اینا فقط برووردم که فریب میکنه مردم، حق مردم میخره، حق کسایی را میخره، حق احتیاجمند میخره، حق کودک میخره، حق معیوب میخره. برعکس این برومد حقارت‌های بی‌نهایت بد کرد. بالای رفته در چندین مقامات جمهوری تاجیکستان ای بالای ما زیاوله نکرد که یعنی که مقصد بردروغ گپایی که اساس نداره، یگان گپش اساس نداره.
من از مقامات جمهوری تاجیکستان مخصوص از ارباب جمهوری تاجیکستان یعنی که مقصد عریضه کردگی حوزه عریضه در شهر بخترای یعنی که من دکازاتور را روی کردم آدمی که ایپسی خوب من از زنگ زده بود من دکازاتور را روی کردم دیگه من از زنگ نزد دیگه من داده نگفت که دیگه چی گپ چی کده هیچ چی نگفت من دکازاتور را روی کردم که این آدم هم حرام میخوره و این آدم هم عریضش بر دروغه من دکازات کردم یعنی که روی کردم زنگ نزد من دیگه از ارباب شهر قرغنطی من موضوع فامیلش نمیگیرم یعنی که وقت ساعتش کشید من فکر میکنم یگون شناسی خچای مایلش حاضر با یعنی که دلت دست دیگر کس دای یعنی که کارا تفتیش کرده سبدیام مایلش من یک دکازات دیگه میکنم که یک دلیل یک دکازات دیگه میکنم که یک مادری احتیاجمند میره زبور میکنه این خوب میگرده احتیاجمند میگه که کارتا به نام کیه احتیاجمند میگرده میگه به نام یک خش تبارم احتیاجمند میگه به نام یک خش تبارم متاسفانه این کارتای خش تبارش نیست باید خپاس میگه که به نام تقام میگه لیکن این کارتای خش تباری این خوگای متاسفانه کارتا به نام خش تباری این خوگای برادر عزیز من برای چی گپ میگم که در کارتا اینا بگذار کارتای همی باشه نه که در کارتا اگر 100,000 یا 150,000 بسیار آدمو زکاتاشون هم میپرتن در ماه شریف رمضان بسیار آدمو ممکن که مثلا 400,000 500,000 روبل جمع شده باشه ممکن میبرن اون احتیاجمند 50,000 روبل میتا 100,000 روبل میتا الله اکبر زندگیش پیش بوده سای همون احتیاجمند اوخه اختا یک شعر میگیری من نر میگوی من این خیلی ما او خیلی میگوی اوخه تخت اگر شعر بگیری تخت نر بگیری همون احتیاجمند از 3-4,000 تومان در کار بود نبرو وردی بوتش که یک سر لباس شبو بگیره و یک کمدی شبو کنه نتونستی نداری غیرت تی غیرت نداری تو در کجا کار میکنی در یگان جا نگاه میکنی که احتیاجمند زنگ بزنه 1000 سوم 1,500 شب بگیری و کارتا اختمانی 300-400,000 روبل دیگه شه ای خود کنی و زندگی تا پیش ببری اینو می خشیده تجده داری درآمدی تو ای اینو میای خب اگر دکازات بگوی دکازات حالی تماشا کنیم برادر عزیز میگه کارتا خشام ای تقام میگه با آخر نگاه کنی یک برادر زنگ میزنه میگرده میگه که کارتا ما نیست کارتا همو بلاگرای زپی سامان تو آخرش بود گوش کنم نگاه کنه فرزندی منو با چهوشه بینه که ماست نه خونه داریم نه در داریم قرض داری دنیاشی بگیر اینا دموی شریف رمضان که سم اختان میگذارن مردم تاجیک خدا برکت در این ماه شریف رمضان یک مادر خرسان میکنه انشالله رحمان که الله مهربان شرفم که تر خرسان میکنه یک روبل اینا مردم خیرخواه که دور ای وطن هستند خاص از برای خدا ایمینا دموی شریف رمضان که سم اختان میگذارن مردم تاجیک خدا برکت آمده 1 میلیون شود ان شاء الله مهربان در این ماه مبارک رمضان خداوند خیرش ما قبول میگردونم همه فرزندای خودم پا ایشا فرزند خودم دو درک مونن دختای بچه دو درک مونن ایشا خمه ایش 4 تاش خمه این اتو چه مردگی دست خمه چرا مردم یکی فیلتر جوزه شپشکی در شما خاطری این 4-5 فرزند یک روز اصلا نزد خوب نداشت هر روزش پریز که شیر میتیم شه اوقات نمیخرایی خدا برکت نه میکنه خونه داریم نه در داریم مکه جان اپنا کارتا داره نوزی کارتای کیه همینجا مثلا در نوار بگین اختان کارتای چی دارین کارتا دارن دوشنبه استیای میرزای و نصیبه سلامونه 904 04 34 15 کاردی زبربنگ دارن بانم چی میبره محمد علی بود محمد علی چی بشوامو چی کیه امودم یا خشمونه شد آدم باورینا که که ما مثال اچاد میسپاریم چقدر پول جمع شد با بعد 3-4 روز ویدیوتون زاکرید زبار میکنیم ما مردم دا میسپاریم که چقدر پول جمع شد همشه با اچاد میسپاریم دا محمدی نام داره محمدی بخشش پیش برادر عزیز گوش کردین خب گوش کردین یعنی که میگه کارتای خشمای و کارتای یا بول خبیث میگه کارتای تقام احتیاجمند اگه دکازات نگاه کنین که همین زنه که زنگ میزنه یک برادر یک
برادر زنگش میزنه گوش کنین که اگه کارتای کیای گوش کنین تا آخر شب. یعنی اپا جون که همون انسان ما نمیشیم وقتی که محتاج اپا دعوت میکنی بگه که برادر تا سبب میخوایی تا گفت چیزا از برای الله کار کردی بیا ما کارتای خدمت میمونم. وای در نمیزگره وای همه در زبیر بانگ میزگره وای زبیر بانگ خودش میدونه همون محمدی تشویج ام میدونه کی میدونه دلیر میدونه الله غیر ای همه دو کس هیچ کنه میدونه. نه در همون نوار شما میدونی من پستین ویدیوی این اهمیت دادم هستم همین نامره که در کنکورس بازی میکرد هوای رمان من سراز گرفتم نگاه کردم هوای همون انسانه که سفرالی تشویج این دین شب با ویدیوی شما پرتاف فهمیدی ویدیوی شما رو پرتاف نگاه کردم محمدی تشویج که بگفتم از نچید یا همه اپام خشتواری هوای این ولی تو های یا که یه دیگه که باید تفتیش کردم بر اومدم این سفرالیش تم زنگ زدم محمدیش تم زنگ زدم هرشون اکاودو در بدیم فهمیدی و یادش خیلی چای پلیش اونا میداده که کارتای شما رو میستفاده میبرم. نه بعد چی به دروغ گپ میزنید که کارتای خشمونه ای تقوی می همون وقتی که اپا جان گوش کرد وقتی که گپی دروغ ای در همون ویدیو را تماشا کرد گپی دروغ ده زبان انسان نمیپیچه هم خلاسته و همونجا در همون ویدیو شما دروغ گفتین که محمدی تقوی می خیلی گپ تانه گم کرده. و چی با دروغ گپ میزنی؟ وقتی که هوای گفت کارتای خدمت میمونم اکا بخشش من چند بدنام شیدنم چند شرمنده شیدنم لوچی همین ویدیو رو نمیکنم برای چی که این اپا هزی گارانتی میتونم تا میورم 5 6 هزار 7 هزار این 10 هزار سومون میتونم تا امید الله اکبر که در او کارتا کمش تا 80 90 هزار سومون جمع میشه. این خیلی نکنین اپا یا فکری غریب را کنین وقتی دعوت که کردین بگه اکا از برای الله کار کردیسی بیا ما کارتی خدمت میمونم. برای هوای نکنین اپا هازی ما نامرات یا انسان دمیتم قطعی در علاقه دمه برای صحبت کنیم مالی گوش کردین برادر عزیز گوش کردین اگه دیدین که کارتای کی بوده ای مردم گدا کردین مردم جوگی کردین مردم احتیاجمند باور کن که دیگه آخه احتیاجمند اکو همین بعضا بلوگرات احتیاجمندترین اوشه شما روی اصلیتون نشان دادین مردم دا همین خوگه 10 باشید من برآورده نشان دادم چی رزولتات همین خیلی یاردمش کردین و برای چی من ویدیو کنم برادر عزیز برای چی اینم با یک تا دیگه در ماه شریف رمضان با حق احتیاجمند دیگه را خورد اینا کی میدونه که چانس میشه خورد اینا چی بگیم در این چیز ما ویدیو برای چی ویدیو کنیم ویدیو کردن در کاری که رزولتات بتا همین ویدیو به رزولتات کی میکنه اگر که برادر عزیز مثال ده مثلا یک مغازه کشویم همین مغازه مونده اگر خریدار نباشه یعنی که اگه چیز محصول اون نخره مغازه رو محکم میکنن همین خلاص همین کاری ما چی رزولتات داد همین قهرمانخور رو برو وردم چی رزولتات داد وقتی که من برآمدم بالا اکران به غرض زبار کنم به غرض کنکورس کن یگام چیز نبود الحمدلله چیزای خوب است بدرین تماشا کنین برای که 70% خودش یک طرفه شید 70% وقتی زنگ زدیم شما گفتیم که یا میبروریم مردم نشان تون میتیم یا زبور بس میکنین خودشون برآمدن یک طرفه شدن
من برای همه بعضا بلوگرها میگم که برای دیبه کشیدن کو مردک شیدن در کرای اوچهاتون سطحی تر اگر رنگ شما برای مرغا بزویا کو رنگ دیبه تولد کردن نمیتونه. من همین وقت یعنی که کارایی که میکردم برای ملت، برای دولت، برای مقصد مردم تاجیک بجایی میکردم. اینجا ایسا روی شات میکنم نشان میتم که نگاه کنین که من چیکار میکنم و با چیکارا مشغولم. متاسفانه امروز بعضا کارا را نشان دادم لیکن نامردم میگن که ای تو پکازوخه کدیسی این قادم پکازوخه میکرد نشان میداد پکازوخه نبوده کاری مکردگی ای کیسه خدم کردگی پکازوخه این قادمو دزیده و غری کرده و رهزنی کرده گرفته کرده سیان نشان دستیان این پکازوخه نبوده یا کاری خدم ای کیسه میکردن پکازوخه بوده. و این بلوگرایی که 10 سومون یک آدم یک رهگذر میته ویدیوش میکنه می پرتایا این پکازوخه نبوده کاری که الحمدلله ای خدمتی که میکنم در پدراتون یک خدمت کردگی نیستین یک خدمت در پدرت کردگی نیستین که تا کمیتر در گپ نمیس کو پدر در کردگی نیستی با والله قسم میگم فهمیدی. خب خیلی خوب گوش کردین این خوب گوش کردین که یعنی که پلی احتیاجمند چند سم جمع شده هیچ کنه میدونه کارتای خود مونده. خب برادر عزیز یاد دارین که من یک وقت یک ویدیو مونده بودم اولین ویدیوی کرده بودم یک زنک در بازار سامان در بازار کلوب شهر در بازار کلوبی انا بازار سامان ده یک زنکی امو بازار میرفتگی یک طرفه میکردگی را من ویدیو کرده بودم یعنی که یک برادر روی کرده بودیم همون برادر ویدیوش کرده بود همون ویدیو را روی کرده بودم با ما و ما مونده بودیم. متاسفانه وقتی که این ویدیو را من موندم یعنی که در یوتیوب پرت افتم همین زنه که احتیاجمنده همین اپای همین دلیل رفته موهای سرش کشیدگی که تو برای چی پروفیل داداری ما برامدی ویدیو کردی. این زنه که احتیاجمنده چقدر ویدیو کرده این زنه که احتیاج به کمک داشته این خوب رفته زبرگ شده ایشا و زبور کارتای خودش میمونه میبره احتیاجمنده یگام خروکا پروکا میخرشه یگام لیباس میخرشه زنه خودش میگه و یک گاز میخرشه الله اکبر داو کارتا چند سم جمع میشود چند قپلی نلی چی میتن چی میشود هیچ کنه میدونه. و برادر عزیز این زنه کمو آدمی که خودش گفته که اکا همین خیلی گپ کار مقصد نمین یک آدم مقصد هم خیلی کدگی گفتم برای ویدیوش که روی کو رفت زنه که ویدیو کرد برادر عزیز من ویدیو را میمونم همون ویدیو را بریدگیم هر جا برای چی بریدگیم برای بریدگیم که آواز همین آدمی که سوالش میته یعنی که همین خوگا شناسا شای آوازی همون نیویا یعنی که مقصد آوازش نشناسن با همون خاطر آوازهای آدمی سوال میته بریدگیم انا که گوش کنین که احتیاجمنده چقدر زبرگ شده گیه گوش کنین. سلام علیکم. امو چکه خیلی امو آوردگیش یک بار امو کچکا و پیازه هم خیلی آورد بچه جان دیگه باره اونمو گازش آورده اونمو گازش یکمش در خیلی کچکا پیازه چی بعد شکر تمام امی یکمش در شکر هم خرید راست دیگه این بارش اینمی کچکا و پیازه اینمی گازه تمام یکی مسلم کلو ندیدم بگوی که من کارتکر من ندیدمش به خدا ایمو را از سیر روی کگی اما من ندیدم من کارتش ندیدم به خدا اما باقا در قفر مگردونده نمی یک ورقه که سفید بود گفت که بانو میامی روی کنی زویر بنگای نمی چی بنگای گو بانو نمی خوله روی کنی همه ورق همتای گرفتم نشون دادم و یا مرده گفت که خیلی نمی 160 نفر باید روی کنن انا مو ورقی کاغی من دیگه نگرفتم همون چیزا دستم چی ندیدم کارتا ندیدم دیگه گوشت میتاری کالونی راسیاسکی ندیدم همون روی کاغیم بچه را با داشت دادم در همونجا همش دیدنم خیلی گو مادر جان مایلیمونم قسم روید میکنیم انا ای دیگه نمیدونم کجاش نکردم میکنم من نگفتمش پنوش بخت به خدا صاف نداده است من جمشیدگی ندیدم اما 200 سوم نمیدن در دادگی چند سوم میگده اینمی را خرید است گفته خودم 300 سوم بخرین امقا
اینم ده کوساو چنیو خانه میگازو نمی روغانو اینم تچلوه همین دبور دیدمش میگه بگوستو میگه راسیم دارو اینم کار دیدم ولی ندیدم کار دارم هیچ خیلی کار دارم گوش کردین برادر عزیز. خب اینمی زنک باور کن یک بیچاره مادری تنها آخه ای جوانمردی گپ میزنی خوامو جوانمردی تو ما ترا میگم اینومی مردمی کلوب دیگه گپ نزن با والله قسم بسیار نگو ما کلوبیای خیلی ما ای برادر مردمی کلوب خاطی گفتم با میگم مشت خیز دارم رنگ تو نامرد و نوجوانمرد حرامزاده نداره تو یک باور که بیناموسی تو عید زیاد نمیشوه که بیناموسی تو عید زیاد نمیشوه اکتا پاتولچات کردی اکتا در کدام مقامات جمهوری تاجیکستان کار میکنه اکتا پاتولچات کردی تو ما در صورت روی کردی صورت شما این صورت روی کردی گفتی که من خدمت در مقامات کار میکنم من خیلیم تو مرا اگرژت کردی من گفتم اگر کسی که نباشی یعنی که مردم فریب نکن همین خیلی گپ و کارا بود این چیزا بود اکای تو در کدام مقامات کار میکنه اکای تو قطعی ما در دستیاز برومد گفت که ای خیلی میکنیم بیا بحث میکنیم جمع میکنیم همیرا یعنی که مقصد ازبار نمیکنه شما ویدیو نکنین یعنی که تو که احتیاج به کمک کردی یعنی که پول در کارت بود با زنگ زدی گفتی که کنکورسای ما نشیده است ما باید زبار کنم ما رفتم اگر زبار کردی من میبرم تو را نشون میدم برو وردم نشون دادم تو کنکورس نشید ما تو نمیدونم یک اینا بچه قطعی نه هر شما هر دیو کنکورس بازن من نمیدونم یا من کنکورس باز بگم یا خیر کننده بگم همین نگاه کنین برادرای عزیز همین کاری را که الله لعنت کردگی حرام گفتگی او چه خیلی همین آدما همون کارا کرده است یعنی با میبروین اینومی الله گپ میزنه همیارا باور میکنین چه خیلی فکر میکنم دیگه دکازات دلیل عید زیاد نمیشه برادرای عزیز اپا و خوارو ما علاقه خودم مونده شدگیم یعنی که من همین ویدیو کرده استم که رزولتات که نباشه در چشم مقصد همون شخصیتایی که زنگ میزنن نتوه ما یک دو ویدیوی دیگه دارم اینا را مقصد در دکازات میکنم نشان میتم که مقصد اصلی واقعیت تماما دیگر چیزه این شخصیت‌ها تماما دیگر چیز میخوان ما دکازات میکنم نشان میتم شاید که من خودم یعنی که مقصد فکر میکنم که یک طرفه شام همین خیلی برادرای عزیز خب همه حرامخورا در نگاه کنید حرامخورا یک گروه پاشیدن پولی بقوت جمع کردگیان برای ایدیبه که نیست کردن کو خیلی غیرت در کارای شما حرام میخورین بی غیرتین نوجوانمردین شما ناسالمین الکای با والله قسم پولی کسلی را خوردین پولی بیوزن خوردین پولی معیوب خوردین پولی یک اینوالید خوردین پولی یک پیر یک کمپیر خوردین پولی یک صغیره را خوردین روز میشوه کو ای فرزنداتون زده میبروید فرزندتون اینوالید به دنیا آمد کو بدونین که پلی یک بیوزن خوردین پلی یک معیوب خوردین پلی یک صغیره را خوردین به همون خاطر در یک پسی غلطیدین و الله کو شما را به همون روز که آورد شما فکر نکنین پروسا تک شدگی شما بدونین که همون وقت همون مردم فریب کرده حق یک احتیاجمند خورده بودم برای انمو بود این چیزا شما فراموش نکنین یقین بدونین که این کار به سرتون ان شاء الله میبیاید الکی به سر یک بعضیاش اومدگی تو زناشون جوراشون لذت کردن یا آدم برای زیناکاری برآورده بودم یا دارین برای زیناکار گفته برآورده بودم آدمی که پشتیش گرفت زنش در لذت کرد با والله با بالله قسم ما گفته استم برادرای عزیز یک آدم از زیناکار گفته برآورده بودم آدم برو ما پشتیش گرفت گفت خیلی ما گفت نه حج رویش کردم اومده خیلی زنش در لذت کرد دکازاتا را من میمونم برادرای عزیز شما نگاه کنین که آدم با یک دلیل دیگر میمونم یک احتیاجمند زنگ میزنه این احتیاجمند صحیح آدم میسنجه ایرا زنگ میزنه میگه که یعنی خوگم میگه دلیر میگه من میخوام میگه زبار کنم میگه خیلی کمی کسری دارم چی دارم میگم خیلی میمونم زایپسا میگه 1000 تومان بده میگه ای من قطعی ادمنستراتورم گابزا این ادمنستراتوری چی داره من نمیدونم
میگه ادمینستراتورش قچشکا میزنه میگردن میگه 1000 سومون میگه کا خای میگه نمیشه میگه فضیلتون بزه با این سوسو میگه یگم خیلی میگه خای نمیشه یا 400 500 سوم میگه نمیشه ما میگه راسخود داریم اینترنت داریم کیمچی اکا میگه تو زبس که بوته میگه بابای لنگری دمه میگه از برای الله میپرتویا میگه نه که متاسفانه ایش میگه که ما راسخود داریم 1000 سوم بوته تو نامرد حرامزاده حرامخور او زایلینیو نویسگی که دردی سرت بشوا ما ترا میگم که زایلینیو نویسگی دردی سرت بشوا تو برای ما در زایلین نویسوندی اوکی جنایتکار در تای فوکی عریضه گیرنده در تای فوکی عریضه گیرنده اوکی نه جنایتکار توی ما چیکار کردم جنایت کردم ما چای ترا قرات کردم خواهری ترا قرات کردم زنی ترا قرات کردم دختری ترا قرات کردم کی ترا قرات کردم و تو میبروی در لبو جا حقارت میکنی حقارتای تا حقارت نبوده ما حقارت کردگیم تماما یگان بلوگر حقارت کردگیم اسم در اونجا تماما یک آدمی که در دیگر مسئله گپ زدگی زبسی پرش هست دما که من کی را چی گفتگیم شما میگین همون جایی که بریدگی حقارت کردگی مرا در 10 جا پرت افتین یعنی شما بی غیرتی شما اینا میای برادر عزیز گوش کنین تا آخره یگان گپی بلند تا باشیم 1000 بخشید برادر عزیز ویدیوی کوتاه در تلگرام میشوه بدرین تلگرام در کامنتاری ان شاء الله خبر بگیرید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نگاه کنید سلام علیکم و علیکم السلام بابای آجی خوب هستی تینج هستی الحمدلله اکا شما خوبین اکی دلیرش خطونه نه شکرم اکا همی یک مراجعت یک خواهش مقصد هم خیلی یک چی برای یک آدم مرا برای هم قدر همی یک آدمی دردمندی معیوبی یک 8 ساله یعنی خیلی یک رفیق مون انا براتی ما که باشی همی ناحیه مومنابو در کن وقتی شما در زنگ زگیه مقصد همه آدم هم خیلی شرایطی خیلی بگم میسو مقصد هیچ که اوزی بیرست خود نمیشوده میسو اما 8 ساله همه خیلی مزش نیست خواه همو را اپیرس هندوستان در گفتگیان 7,000 یا 8,000 دلار مقصد اگر امکانیت باشه هم را یک ویدیو میکن مقصد تو چند قضا بور میشه یا چی مثال اینا شرایطی چه خیلی بگم 5 فرزند و شرایطی مقصد خیلی را از خودی مثال شما میکنین مثال 500 سومای 1000 سومای خودش اینوالید یکم گروپ مثال 310 سوم پنسیه میگیره اما را اگر امکانیت باشه اما بابای لنگری قطعی گفت زگی هم مخدم اگر باشه مقصد هم را یک ویدیو کنین مثال کانال هم در پاتون یک دستگیریش کنن اما که همون مراسط همون رفتون مافیان شده شبکه اکا من در نوش باکر نیست که اکا نه مقصد همون را از خودی همون چیزش چند کم میشه و مثال همی ایکلو مثال تومومی نابود هم مثال همون چیزش هلو هلو لبه سلام علیکم حضرت و علیکم بسلام اصلا چو کنم منتاج میکنم اکا منتاجیارم چو کنم مقصد که هم خیلی همی برادر فهموندیم هم خیلی یک رفیقه یک برادره هم را یک دستگیری کن در کور میسول هم را یک نوار کنید بابای لنگری قطعی من خودم گپ زنم خیلی واتساپ قطعی مقصد همون شرایطی که میسول اینا 500 سوم 1000 سوم میسول همون چیزی که میسول اک نمیدونم چی شما چند خواهد همون را ندارم مقصد همون یک وریانتی که میسول چی باشه همون را مقصد ما یاردمش میکنید نفهمیدم در ناحیه مومناباد مومناباد بالای کلوب بستانی ده این همی کلوب مومناباد و خیلی چند قایم یک 17-18 کیلومتر ایست نیم کلوب اکا فهمو اکادین همو اصلا از او سمتر از خودی همو را همو منتاج اینترنت از خودی همو بتانم اکا تمام میام ویدیوش میکنم اکا امیر نه مقصد همو خودش انا چخیر بگم یکم گروپ اینوالیت های میسول همو را اگر که امکانیت همو قطعی خطون گفت زگی های میدونم همو را نمیشه که میسول نه یک 400-500 میسول ما خواهد جمع کنیم بتیمش
امو رو از خود میسول همیشه بگیره میسول چی کنیم میسول کانال خیتون داو بابوی لنگره قطعی هم گب زگی ما خدم همون دا پارتون خیز برو یک یوردم کردن خیلی بود در علاقه میسول خیلی بعد بود میسول هم میسول یک 400-500 میشه نفهمیدم نه ما فهمیدم میسول زبورش میسول چی کنه کشید و مقصد بود 500 سومی دیگه شه برای حق دوزی شروع تختون میفهمی نکره اما میفهم که برای کات دیگه که ما و داو 400 میسکم شینی که نکم اون رو میکنم 400 میشن میکنم که اصلا 600 میگه شای مونتاژور اینترنت میکنم مونتاژ میکنم مونتاژور رو میکنم خیلی مونتاژ میکنم شامو چون دامو میروا یعنی خیلی بود تو مو که مایش تو کنیم وقتی هیچ یادون به ریزولتات نمیاد یعنی چیکار بکنیم برای خاطر اما یک واریانت دیگه نه یک ما که همین واریانت های اوسون شچکستم که عمود میسول چی نشوه یک واریانت دیگه نه هست کوی واریانت قطعی نمیسول میشوه که خودت بیای امورا نوار بگیری و مقصد امورا انا مقصد همی تلفنی ما در چی کنی ما امورا مقصد واتساپ قطعی بابای لنگره قطعی گرد زگیم از برای خدا گفته اگه همو آدم واتساپ قطعی میپرتموش همون میگیره میسول چیش میکنه این واریانت نمیشوه کدام واریانت که میسول خودت بیون امورا یک نمی خیلی ویدیو که نمی خیلی سوالش دی قوازوش را مقصد چی کساله چی خیلی هست نیست نقل یک ویدیوش که امورا در تلفن خودش بگذارون امورا میسول ما با واتساپ قطعی بابای لنگره قطعی گپ زگیم واتساپ هم در میپرتیم همون میگیره کانالش را چیش میکنه مونتاژ که ایدس مورم خدا کور میاد که کم ویدیو پورا ما مونتاژ میکنم واسه فهمو مونتاژ نه چایش میکنم مونتاژش تا استاد با مونتاژش کنه و در های من ابوسام بچو قطعی سوسه کنه بابای لنگاری 5 روز 6 روز مونتاژ میکنه که فهمیدم ما مقصد هم بچو قطع خود چی کنیم یک ده سومی دیگه اگر کشیدی سوسه یگون چی شوه شلو بزنگ کن میزنم خیام را یک التیموس یا چی کنیم اما که خیال از شد که میگه نزدیکی میسول همی از همون دور از دور کنه کان میگه دور میکنه زبا و زکری میکنه که مکانه که دور مایل سلامت باشه مایل خور